شیر توپی یا بال والو. این نوع والو به خاطر ساختار ساده و عملکرد سریع 90 درجه‌ای که داره خیلی مورد استفاده قرار میگیره. بال والو از جمله والوهایی هستن که همگی بارها با اون برخورد کردیم. به طور مثال در خطوط آب و گاز خونگی از این قطعه به منظور کنترل جریان استفاده میکنن. کاربرد دیگه این والو در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، غذایی و دارویی که به دلیل مقاومت زیاد در برابر فشار و دما مورد استفاده قرار میگیره. متریال بادی و اجزای داخلی این والو ها رو میتونیم با توجه به سیال و سطح خورندگی که دارین انتخاب کنید. این والو ها به 3 دسته ساید انتری، تاپ انتری و ولت بادی تقسیم میشن. اگر اطلاعاتی راجع به این 3 دسته دارین تو کامنت ها بهم بگین. تو این مجموعه بال والو از سایز 1/2 تا 56 اینچ در کلاس ها و متریال های مختلف موجوده. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره فنی با ما در ارتباط باشید.